We're all here. Herbie, how's that sauce coming? Yeah, I'll be the judge of that. سلام رفقا، من ابراهیم ام اینجا بی نهایته. دیروز بود که اولین تریلر فیلم مورد انتظارش 4 شگفت‌انگیز یا همون فانتاستیک فور منتشر شد و اینترنت رو ترکوند. تریلر خوبی بود، به خصوص تو زمینه رنگ و نور و همچنین نکات و ایستر اگ های پروپیمون زیادی داشت که قرار توی این ویدیو بررسیشون کنیم. اول اینکه زمانی که مارول خواست این تریلر رو منتشر کنه، اعلام کرد که این تریلر قراره توسط بنیاد آینده منتشر بشه. حالا بنیاد آینده چیه؟ بنیاد آینده یا همون فیوچر فاندیشن یه آکادمی بود که برای بچه‌های با توانایی‌های فرابشری توسط رید ریچاردز ساخته شده بود. اما به نظر میرسه توی این دنیا بنیاد آینده بیشتر یه اتاق فکر برای خود رید ریچاردز باشه تا ایده‌هاش رو پیاده کنه و باعث ارتقای پروژه‌های فضایی بشه. زمانی که داخل ساختمون رو داره توی تریلر به ما نشون میده، نشونه‌های زیادی از خود اعضای 4 شگفت‌انگیز می‌بینیم. سنگ فرشی که نشون دهنده پوست سینگ، شومینه‌ای که اشاره‌ای به جانیه و دودکش نازکش که به قدرت کش اومدن رید ریچاردز اشاره میکنه. لباس این تیم نسبت به لباس معمول فانتاستیک فور یه مقدار روشن‌تره که قصد داره به ما رنگ آبی آسمون و سفیدی ابرها که منشأ قدرت 4 شگفت‌انگیز بوده رو یادآوری کنه. از طرفی هم امید و روشنبینی خیلی زیادی رو به ما به عنوان اولین خانواده مارول نشون میده. نسبت ابعاد متفاوت این تریلر هم معنی و مفهوم پشتش بوده. حالا مطمئن نیستم توی فیلم هم بخوان از همین ابعاد استفاده کنن، ولی نسبت 4:3 که استفاده کردن برای صحنه‌هایی بود که به گذشته این شخصیت‌ها اشاره داشت و از زمانی که نسبت 16:9 میشد ما به زمان حال می اومدیم. البته زمان حالی که در حقیقت توی هولوش دهه 60 میلادی جریان داره، چون این فیلم قراره توی اون زمان روایت بشه. یه نکته مثبت این فیلم اینه که فیلم سرگذشت شخصیت‌ها و اینکه قدرت‌هاشون رو چجوری به دست آوردن رو قرار نیست به صورت خطی نشون بده و مثل فیلم مردان کبوتی تام هالند قرار نیستش که اوریجین شخصیت‌ها رو به ما نشون بدن کامل و صرفاً قرار یه سری فلش بک به اون اتفاقات بزنن. توی تریلر ربات هربی رو می‌بینیم که ربات تیم فانتاستیک فوره و اسمش مخفف ربات آزمایشی انسان نما و الکترونیک یک پارچه نوع بیه. طراحی ظاهری سینگ تو این تریلر فوق‌العاده است و یکی از نکات مثبت این فیلمه. ظاهرش بسیار کمیکی و کاملا فانتزیه. پیشونی بلندی داره، چشمای آبی بچگونه‌ای داره و ابروهاش کاملا چهرهشو جذاب میکنه. اما یه ایرادم داره که دوبله به نظر میرسه روی لب‌های شخصیت هماهنگ نیست و شاید حتی میشد صداش خورده خشن‌تر و سنگین‌تر باشه و با صدای یه آدم عادی بالاخره باید فرق کنه دیگه. یه صحنه هم می‌بینیم که کل تیم با هم هستن و سینگ لباس کامل 4 شگفت‌انگیز رو پوشیده که این خیلی فضا رو دلنشین‌تر میکنه، چون معمولاً شخصیت بنگریم از پوشیدن یونیفرم امتناع میکنه که این معنی اون متفاوت بودن و فرق داشتن با بقیه رو بخواد بهتر نشون بده. خب اینجا میبینیم که اکثر جاها لباس تنشه. خب نمیدونم این نکته مثبتیه یا منفی، یا شاید هم صرفا به خاطر کم کردن بودجه فیلم بوده که نخوان بدنش رو طراحی کنن. ترنچ کت شخصیت سینگ هم خیلی ظاهرش رو کمکی تر کرده بود. رید ریچاردز رو توی ادامه میبینیم که داره روی تخت سیاه تحقیقاتش رو انجام میده و این تضاد نبود تکنولوژی نسبت به MCU خیلی جذابه. روی این تخته ما عکس کرمچاله ها رو می‌بینیم که قبلا هم توی فیلم سور دنیای تاریک دیده بودیم که روی این کرمچاله نوشته از اینجا داخل شو و از اینجا خارج شو و پایین‌ترش نوشته که جهان دیگر، که مقصده و احتمالاً اینطوری قراره به عصر حاضر MCU بیان. گالاکتوس رو به عنوان یکی از شرارهای فیلم می‌بینیم که داره به زمین حمله می‌کنه. بعیده که 4 شگفت‌انگیز بتونن شکستش بدن و احتمالاً صرفاً بتونن تهدید فعلیش رو متوقف کنن. این چند روز شایعاتی هم منتشر شده که قرار جاناتان میجرز برای ایفای نقش کنگ فاتح برای آخرین بار برگرده. منطقی هم هست، چون داستانش رو حواس و برای تکمیل آرکش نیاز به یه سری توضیحات دارن. از طرفی هم شخصیت کنگ فاتح در واقع یکی از نوادگان رید ریچاردزه که همین موضوع حضور کنگ رو برای یه بار دیگه توجیه میکنه. لباس فضایی که استفاده میکنن هم خیلی همرنگ با لباس تیمه که نشون میده رنگ لباسهاشون از کجا نشأت میگیره. راکتی هم که باهاش به فضا میرن 4 تا موشک داره، 3 تا موشک کوچیک و یه دونه بزرگ که قشنگ نمایانگر خود گروه 4 شگفت‌انگیزه که این خیلی جالب. خانواده بودن فانتاستیک فور هم خیلی خوب نمایش داده شده بود. رید ریچاردز که باهوش‌ترین فرد کره زمینه ولی هوش عاطفی نداره. جانی استورم که یه نوجوان نابالغ و کارهای ناپخته و شیطنت زیادی داره انجام میده. سوزان استورم که قلب این خانواده است و همه رو درک میکنه و اونها رو کنار هم نگه میداره. و شخصیت سینگ که همیشه براش
خانواده‌اش مهم بوده اما ظاهر ناانسانیش اذیتش میکنه. بازی همه شخصیت‌ها به نظرم عالیه، به خصوص ونسا کربی و پدرو پاسکال که هیچ وقت فکر نمی‌کردم رابطه بینشون اینقدر بخواد خوب در بیاد. ماشین مخصوص چهار شگفت انگیز رو داریم اینجا به عنوان یه ماشین کلاسیک دهه 60 میلادیه که احتمالاً قرار شاهد پرواز کردنش هم توی این فیلم باشه. جلوه‌های ویژه یه جای مشخص ناقصه، به خصوص توی صحنه‌هایی که ونسا کربی به عنوان سوزان استورم داره از قدرتاش استفاده میکنه که خب طبیعیه، یه تیزر تریلره و بروز میشه و تا زمان انتشار فیلم ما هنوز خیلی فاصله داریم. بیشتر این تریلر روی شخصیت‌ها متمرکز بود تا داستان و جلوه‌های ویژه. شخصیت شبح سرخ یکی از قدیمی‌ترین دشمنان چهار شگفت انگیز تو کمیک بوکه قرار یه نبرد ریزی با این گروه داشته باشه که اینجا یه اشاره بهش داشتیم. شخصیت شبح سرخ یا همون ایوان کراگوف یه دانشمند روسه که میخواست به قدرتی مثل چهار شگفت انگیز دست پیدا کنه. به همین دلیل همراه با 3 تا میمون سوار سفینه شد و رفت فضا. میمون اول قابلیت کنترل فرزها رو به دست آورد، میمون دوم قدرت فراتبیعی پیدا کرد و میمون سوم هم قابلیت تغییر شکل رو به دست آورد. کراگوف هم قابلیتی رو به دست آورد تا هر زمانی که دلش بخواد بتونه لمس ناپذیر بشه. شخصیت مولمن یا همون مرد موشکور هم قراره توی این فیلم حضور داشته باشه که توی تریلر اول من هرچی گشتم نتونستم پیداش کنم. با توجه به حضور شخصیت گالاکتوس و یه نسخه مؤنث از سیلور سرفر، ما شاهد حضور واچر هم خواهیم بود احتمال زیاد که به ریدری چارلز قرار کمک کنه تا از خورده شدن زمین توسط گالاکتوس جلوگیری کنه. اتفاقی که یه اشاراتی هم توی فصل سوم واتیف بهش شده بود. شخصیت گالاکتوس هم قرار توسط شخصیت رالف اینسون اجرا بشه که بازیگر خوبیه اما فکر می‌کنم بیشتر به دلیل صدای فوق خفنی که داره برای این نقش انتخاب شده. ما گالاکتوس رو قبلا هم توی فیلم‌های چهار شگفت انگیز دیده بودیم، توی فیلم سال 2007 که اونجا کلاً از طراحی صرف نظر کردن و یه ابر بزرگ ترسناک ساختنش که قراره مثلا زمین رو ببله. اسم فیلم چهار شگفت انگیز قدم‌های نخسته. احتمالاً به این دلیل نامگذاری شده که بار اول این تیم به MCU میاد، چون قبلا حق انتشارش دست فاکس بود و بعد خرید شدن فاکس توسط دیزنی تازه دست مارول افتاده. یا شاید هم چون بار اوله که توی این فیلم قراره به فضا سفر کنن اسمش رو گذاشتن چهار شگفت انگیز قدم‌های نخست. فیلم فانتاستیک فور فرست استپس توی تاریخ 3 مرداد 1404 یعنی کمتر از 6 ماه دیگه قراره که اکران بشه و کلی هیجان براش وجود داره و امیدواریم که بهتره کنه. نظر شما راجع به این فیلم و این تریلر چیه؟ حتما داخل کامنت برامون نظراتتون رو بنویسید، همشون رو میخونم و به همشون جواب میدم.